سلام، میخوای المپیادی بشی ولی نمیدونی مزایاش چیه. تو چند قسمت با همدیگه میخوایم ببینیم مزایای قانونی المپیادی شدن چیه. اما قبل از اینکه همه بخشا رو ببینی، بدون که المپیادی شدن فقط این چیزایی نیست که من الان به تو میگم. المپیادی شدن یک فرهنگ رو به تو میده که بتونی در ادامه زندگیت یاد گرفتن رو خوب یاد بگیری. اما به طور قانونی الان برای بچه‌های المپیادی چه مزایایی در نظر گرفتن؟ اولین چیزی که برای بچه‌ها خیلی جذاب هستش معافیت از کنکوره. مدال‌های طلا توی رشته‌های قدیمی، یعنی ادبی، ریاضی، زیستشناسی، شیمی، فیزیک، کامپیوتر و نجوم، تو این 7 رشته بچه‌هایی که مدال طلا میارن از کنکور معاف هستن. اگه خواستی جزئیاتش رو کامل بخونی در ادامه و پایین برات نوشتم. بجز اون مدال‌های نقره و برنز این 7 رشته 20% سهمیه به تراز کنکورشون اضافه میشه. بچه‌ها این یک عدد خیلی بزرگه. بچه‌های کنکوری و اونایی که از سد این آزمون بزرگ گذشتن میدونن که 20% تراز خیلی میتونه کمک کننده بهشون باشه. نمیشه گفت دقیقاً چه اتفاقی برای رتبتون میفته، ولی مثلا کسی که رتبهش شده 50,000 میتونه شبیه یه آدمی که رتبهش 1500 شده انتخاب رشته کنه و یه آدمی که رتبهش 500 شده شبیه به یه آدمی که رتبهش 20 شده انتخاب رشته کنه. خب خیلی میتونه کمک کننده باشه. رشته‌های جدیدتر چطور؟ منظورم اقتصاد، تفکر کارآفرینی و علوم زمین، جغرافیا، هوش مصنوعی، فلسفه، رشته‌هایی که جدیدتر هست و توضیحاتش رو باز پایین براتون می‌نویسم. تو اینها باشگاه دانش پژوهان جوان پیگیر هست که بتونه سهمیه کنکوری هم برای بچه‌های المپیادی در نظر بگیره. اما هنوز تا وقتی که این ویدیو رو دارید می‌بینید احتمالاً این سهمیه برای اینها در نظر گرفته نشده. دومین مزیتی که برای بچه المپیادی در نظر گرفته میشه چیه؟ بعد از گرفتن مدال اونها عضو بنیاد ملی نخبگان میشن. تو پرانتز بگم این عبارتی که گفتم غلطه. اونا مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار میگیرن و بعد میتونن از مزایای مختلفی که بنیاد میده استفاده کنن، مثل وام‌های تحصیلی، مثل وام‌های اشتغال، مثل تحصیل همزمان تو 2 رشته، مثل دریافت دلار دولتی برای سفرهای تحقیقاتی، مثل خیلی چیزهای دیگه، امتیاز برای استخدام، امتیاز برای ثبت شرکت‌های دانش بنیان و چیزهایی که میتونید تو سایت بنیاد ملی نخبگان اونها رو ببینید. سومین مورد که برای همه خیلی میتونه جذاب باشه، شرکت تو مسابقات جهانی. بچه‌هایی که طلا میگیرن تو رشته‌های مختلف میتونن تو مسابقات جهانی به رایگان شرکت بکنن. البته کل مسیر آموزش و بجز هزینه آزمون مرحله اول بقیه مسیر المپیاد رایگان هستش و حتی آموزش‌های دوره تابستانه هم رایگانه. اما این سفرهایی که میتونه هر سال به کشورهای مختلف باشه، بچه‌ها برزیل میرن، عربستان میرن، روسیه میرن، ژاپن میرن و کشورهای مختلف که اون کشور هم تمام تلاشش رو میکنه تا به بچه‌های المپیادی کشورهایی که اومدن اونجا کاملا خوش بگذره و فرهنگ خودش رو به اونا خیلی خوب نشون بده. میتونه یک سفر و تجربه هیجان انگیز و ماندگار تا آخر عمرتون باشه، چیزی که حتی از مزایای کنکوری المپیاد برای بچه‌هایی که مدال طلا گرفتن جذاب‌تر بوده. نکته بعدی امکان تحصیل در 2 رشته است. شما اگر مدال المپیاد داشته باشید توی دانشگاه میتونید تو 2 رشته همزمان روزانه رایگان تحصیل بکنی. خب ممکنه بعد از اینکه وارد دانشگاه شدی 1-2 ترم که گذشت ببینی غیر از اون رشته‌ای که الان داری میخونی به یه رشته دیگه هم خیلی علاقه داری. خب به تو اجازه میدن که هر دوتاش رو بخونی. مورد بعدی سربازیه. پسرها این غول بزرگی که از قدیم خیلی ترسناک بوده از زمان پدرها و پدربزرگ ما رو میتونن با گرفتن مدال خیلی راحت بگذرونن. به چه صورت؟ اگر شما مدال داشته باشید سربازی های شما فقط دوره آموزشی و پروژه های تحقیقاتی خواهد داشت. البته که این کار رو با فعالیت های دیگه علمی و نخبگانی هم میشه انجام داد، اما مدال المپیاد به نظر من تو کل اون مسیرها آسون ترینش هستش و یه رزومه قوی به دست میارید. چه بخواید ایران بمونید و خودتون شرکت بزنید یا تو شرکت ها و ادارات دولتی کار بکنید، چه بخواید از ایران برید تو دانشگاه های مختلف تحصیل بکنید یا حتی اونجا کار بکنید، یک رزومه عالی، حتی قبولی مرحله اول المپیاد میتونه برای شما به حساب بیاد. اینایی که گفتم مزیت های قانونی المپیاد بود. برای اینکه بدونید بچهای المپیادی چه چیزای دیگه ای هم به دست میارن، میتونی سایت آیریسک رو بگردی و تو شبکه‌های مجازی آیریسک با بچه‌ها گپ بزنی، ببینی بچه‌هایی که مدال نگرفتن راضی هستن از مسیرشون یا نه.